Hasretle bir güne giriyorum hayre. Bu şarkım sana dinle. Anladım ayaktayım, dertlerimle baş başayım. مردم ترکیه معتقدن محسون کرمزیگül به راحتی رقیب ابراهیم تاتیساس هست. شما چی فکر میکنید؟ محسون کرمزیگül گذشته بسیار عجیب و غریبی داشته که خیلیاش را نمیدونید. ویدیوی بسیار جذابی داریم، از دست ندید. شمایی که به اخبار ویژه سلبریتی ترکیه علاقه‌مندید حتما کانال رو همراهی کنید. به بهانه کارگردانی موفق محسون کرمزیگül در یک مینی سریال عاشقانه به اسم گوزل آشکلار دیاری یا سرزمین عشقای زیبا و جشن فینال این سریال نگاه مفصلی داریم به زندگی عجیب محسون، اعجوبه صدای ترکیه. با من همراه باشید. محسون کرمزیگül بدون پدر بزرگ شد، با وجودی که پدرش زنده بود. دلیلش هم به زندگی پرفراز و نشیب مادرش برمیگرده. محسون رو مادرش بزرگ کرد و تا 5 سالگی هم بدون شناسنامه بود. محسون همیشه به مادرش میگفت که من به همه جا میرسم و آدم بزرگ و معروفی میشم و دقیقاً هم همینطوری شد و اون از یک محله به شدت فقیرنشین در دیارباکر به استانبول اومد و ستاره شد. برای رفع کنجکاوی شما همراهان عزیز این رو عنوان بکنم که شهر دیارباکر که یکی از شهرهای بزرگ کردنشین ترکیه هست قبلا دیاربکیر تلفظ می شده ولی بعدها به دیارباکر تغییر پیدا کرد. به داستان زندگی محسون برمیگردیم. محسون راه بسیار سختی رو برای رسیدن به شهرت و مقبول واقع شدن در صنعت سرگرمی ترکیه طی کرد. راهی که هر کسی رو میتونست از پا در بیاره، اما محسون عقب نکشید و ادامه داد. به گفته خودش بی‌عدالتی‌های بسیاری دید و خیلی ها سنگ اندازی کردن و اون گفتش که من همه اونها رو به خدا واگذار میکنم. مادر محسون کودک همسر بوده و تو سن پایین ازدواج میکنه و صاحب 3 فرزند میشه. بعدش همسرش میمیره و اون به خونه مادرش برمیگرده. بعد دوباره ازدواج میکنه. بدشانسی های مادر محسون توی ازدواج تمومی نداشت و زمانی که محسون رو حامله بوده به دلیل اختلافات با همسرش خونه رو ترک میکنه و به دور از همسر تو محله های پایین دیارباکر دنبال خونه و سرپناه میگرده. محسون در سال 1969 به دنیا میاد و مادرش اسمش رو عبدالله میذاره. در واقع اسم اصلی محسون عبدالله هست. محسون تا 5 سالگی شناسنامه نداشته، اما وقتی که پدرش براش شناسنامه میفرسته اسم محسون در شناسنامه بوده. علیرغم تمام مشکلات و سختی‌ها، یکی از نقاط قوت زندگی محسون در کودکی این بود که رابطه‌اش با ناپدریش خیلی خوب بود. محسون میگه که ناپدریم برای اولین بار من رو به سینما برد و با دنیای سینما آشنام کرد. از اونجایی که ناپدریش برقکار بوده، چند سال بعد روی دکل برق دچار حادثه میشه و میمیره. محسون همیشه به تلخی از غم این قضیه یاد میکنه. بعد از مرگ ناپدری مادرش تمام بار زندگی رو به دوش میکشه و تو کارخونه کارگری میکرده. محسون هم به کار دستفروشی مشغول میشه و در کنارش درسش هم میخونه. خودش اینجوری تعریف میکنه که آب و سیگار و آدامس میفروختم و وقتی بچه ها رو موقع بازی تو کوچه ها میدیدم تا چندین ساعت محوشون میشدم. یه مدتی هم صبحها تا 12 ظهر تو کافه کار میکردم. نظافتچی کافه بودم. بعد از ظهرها هم به مدرسه میرفتم و اونجا هم توی بوفه کار میکردم. جالبه که بدونین محسون برای اولین بار پدرش رو تو 6 سالگی از دور دیده. محسون از بچگی عاشق خوندن بود و آخر هفته ها تو عروسی‌ها میخوند. صداش هم خیلی به دل شنونده ها مینشست. تو مسابقات خوانندگی نوجوانان دیارباکر تو سال 1984 مقام اول رو کسب کرد و با جایزه‌ای که مبلغش 50 لیر بود تونست برای مادرش کفشی بخره. در همون سال محسون یک کاست از آهنگاش رو توسط راننده‌ای که آشنا بود به استانبول و به دست مصطفی گونش رسون و صداش خیلی پسندیده شد. از محسون دعوت کردن که به استانبول بره. مصطفی گونش در اون زمانها کاشف استعدادهای بسیاری در خوانندگی از جمله امرا هم بود. تو همون سال آلبوم بودایی‌تر آبلا رو منتشر کرد و در سن 17 سالگی نام خانوادگی کرمزیگül رو براش انتخاب کردن. در حالی که تنها و بیکس تو استانبول تو یک اتاقی در هتل زندگی میکرد، کم کم داشت توی موسیقی و انتشار آلبوم پیشرفت میکرد و همون سال هم اولین فیلمش رو بازی کرد.
تلاش‌های خستگی ناپذیر محسون جواب داد و کم کم شناخته شد و در مارکت موسیقی حرفی برای گفتن داشت. تو سال 1989 با گلکم ازدواج کرد و اسم فرزندی رو که حاصل این ازدواج بود به عشق یکی از برادرانش که خیلی دوستش داشت محمود گذاشت. اما این ازدواج دوام چندانی نداشت و 2 سال بعد از هم جدا شدن و پسرش هم توسط مادر خود محسون بزرگ شد. خلاصه در دهه 90 دنیا مال محسون بود و هیچ کس نمیتونست قطار پیشرفت اون رو متوقف بکنه. در سال 1994 برای اولین بار در کازینوی چاکن با بلندترسوی روی صحنه رفت و همون سال هم یکی از سریالهاش به شدت توی ترکیه ترکون. اما نکته عجیب این بود که این استعداد شگرف در موسیقی از جانب امپراتور یعنی ابراهیم تاتیساس به طرز مشکوکی نادیده گرفته شد و ایبو که تمام استعدادهای جوان و خواننده ها رو به ایبو شو دعوت میکرد هیچ وقت دعوتی از محسون به عمل نیاورد. یک کلکل هایی هم بینشون شد که اخبار و جراید بهش دامن زدن. در سال 1999 این 2 ستاره به روی صحنه رفتن و یک آشتی کنان بزرگ در ترکیه صورت گرفت. اما این آشتی کنون هم کاری از پیش نبرد و به اصطلاح خود ترکا ستاره‌شون با هم نخوند. اختلاف محسون و ایبو مختصراً به این شکل بود که محسون میگفت سبک من با ایبو فرق میکنه و ایبو هم میگفت من صاحب کلی سابقه‌ام و اینا یه عده بچه تازه از راه رسیدن و هیچ پشتوانه و سرمایه‌ای ندارن. خلاصه توی بازه زمانی طولانی جنگ سرد گسترده بین محسون و ابراهیم برقرار بود. حتی این جنگ توی آهنگاشون هم مشخص بود. محسون آهنگی خوند با عنوان اگه دنیا اینه من پادشاهشم که یه جورایی به ابراهیم تاتیساس تیکه مینداخت. از اون طرف ابراهیم جواب داد که آهنگی که خوندی در حد جملات پشت مینیبوسی هست. هیچ وقت نمیتونی رکورد آهنگای منو بشکنی. طبق جراید ترکیه توی یک اقدام عجیب ابراهیم سعی داشت محسون رو از عرصه موسیقی حذف بکنه و محسون به عنوان جواب بهش پیشنهاد عجیبی داد. اون به ابراهیم گفت تو باید تو فیلم ها نقش صدام رو بازی بکنی چون شبیهش هستی. یکی از تغییرات جالب توجهی که محسون بعد از شهرتش انجام داد این بود که سیبیلاش رو زد و دیگه لباسای رنگی عجیبی که همیشه میپوشید رو تو پوشش جدیدش نداشت. اما زندگی عاطفی محسون مشهورترین درامای محسون با صدا سایان بود که خیلی تو رسانه‌های ترکیه ترکوند و خیلی هم بد تموم شد. ما تو ویدیویی کامل به این موضوع پرداختیم، حتما اون ویدیو رو هم ببینید. رابطه بعدیش با باده ایشچیل بود که در سایه محسون به شهرت رسید و بعدش هم بازیگر شد. محسون اما از فعالیت‌های سیاسی و موضع‌گیری‌هاش در مورد مسائل مهم غافل نمی‌شد و در کنسرت‌ها و برنامه‌ها اعلام موضع می‌کرد و برای برادری و همبستگی در ترکیه آهنگ می‌خوند و برنامه اجرا می‌کرد. تو سال 1999 زمانی که اردوغان برای موضوعی در دادگاه محکوم شد که اینجا مجال پرداختن بهش نیست و نمیخوایم از موضوع اصلی دور بشیم، در اجراهاش از اردوغان یاد میکرد و تمام قد ازش دفاع میکرد. از موضوعات بسیار جنجالی و بحث برانگیز در مورد محسون در ارتباط با مرحوم احمد کایا هست. در واقع بحث در مورد اون شب معروف و نحسی هست که احمد کایا مورد حمله و هجمه همکارانش قرار گرفت و اصطلاحاً اونو لینچ کردن. محسونی که با احمد کایا بسیار صمیمی بود اون شب اوایل هرج و مرج با بقیه سالن برای هو کردن و مخالفت با احمد کایا همراهی نکرد و همونطور که تو ویدیو میبینید کاملا متحیر هست و سر جاش نشسته و همراهی نمیکنه. ولی بعدش گویا تحت تاثیر جو سالن و اجبار همراهانش قرار میگیره و شروع به خوندن شعار میکنه و هنوزم که هنوزه محسون هیچ توضیحی در این مورد ارائه نداده و البته بعد از این اتفاق مردم از دستش بسیار ناراحت شدن. محسون تو تمام سالهایی که داشت پیشرفت میکرد و اوج میگرفت با فشارهای زیادی هم دست و پنجه نرم میکرد و تو آهنگ یکلمادم در واقع داشت به دوست و دشمن از حالی که داشت میگفت. پدر محسون هیچ وقت نیومد پیداش بکنه و هیچ وقت نخواست بعد از اینکه محسون اسم و رسم پیدا کرد بیاد و به اصطلاح به اون بچسبه. بعد از آلبوم دینلا که موزیک ویدیوی اون در ایران به دلیل حضور دختری که میگفتن ایرانی هست حسابی ترکون، محسون تا مدت‌ها در موسیقی فعالیتی نکرد. برای اولین بار در سال 2007 فیلم بیاز ملک رو کارگردانی کرد. طی ساخت این فیلم خیلی مخالفتشون رو با محسون اعلام کردن و گفتن که اون نباید پا تو عرصه فیلم سازی بذاره.
اما محسون کارش رو به نحو احسن انجام داد و تمام مخالفینش رو خجالت زده کرد. به گفته خودش توی فیلماش هیچ وقت سعی در کوچیک کردن و یا تخریب کسی نداشته. واقعیت اینه که مخالفان محسون چه دوست داشته باشن چه نه، محسون در فیلم و سینما به اندازه موسیقی موفقه و همونطور که اول ویدیو گفتم در همین سالی که گذشت یک سریال 6 قسمتی عاشقانه به اسم گوزل آشکلار دیاری یا سرزمین عشقای زیبا رو کارگردانی کرد که گویا بسیار هم پرطرفداره. این مینی سریال که تو ازمیر فیلم برداری شده بود به مناسبت قسمت آخرش جشن باشکوهی در ازمیر برگزار شد که محسون ساعتها برای هوادارانش برنامه اجرا کرد. همونطور که مشاهده کردید زندگی محسون واقعا شبیه فیلم بوده. توی فقر و بدون پشتیبان واقعی بزرگ شد، دست خالی از دیارباکر به استانبول اومد، سالها تلاش کرد و روی پای خودش ایستاد و در پایان همونطور که به مادرش در بچگی قول داده بود به هر چیزی که میخواست رسید. دوستان خوبم به انتهای ویدیو رسیدیم، امیدوارم که پسندیده باشید. راستی اگر مایل هستید از ماجرای اون شب احمد کایا با جزئیات دقیق آگاه بشید برام تو کامنت ها بنویسید تا ویدیوش رو براتون تهیه بکنم. مرسی که همراه سال 2017 هستید. مراقب خودتون باشید. خدافظ.